کدام رنگش مقبول تر از هموطنان عزیز کامنت کنین تا ما بفهمیم. چند رنگ دارین شما انجینر صاحب؟ رنگ آبی داریم که رنگ آبی هست، رنگ سیاه هست، سفید هست، سرخ هست. بله بله 5-6 رنگ داره. ولی پرفروشترینش همین زرد که باز فرق میکنه نظر به همون سلیقه و ولایات. اکثر هستن رنگ آبی میبرن اکثر ولایات. داخل این شهر هرات که هست زیادتر رنگ زرد، سیام هست، سفید هم هست. بین هموطنان عزیز داخلشان براتون نشان بدیم. یک سیت بسیار ستره، راحت و ای که اینجا دیگه گیر تبدیل میکنی، اینجا برک هست. همون یک ریز یک برک که میگن نمی رقم است. خب باش که روشنش کنیم یک بار. نه باش که کلیش هم هیچ تاو نداده بودم نه. بسیار راحت است روشن کردنش. نه اگه یک نفر موارد نفهمم روشن کردن میتونه. خب الحمدلله خیلی با کیفیت مصرف هم. الحمدلله مصارف از اینم خیلی کمه. زیاد صدام نداره. صدام نداره سیف خوب واقعا جنس مرغوبیه، جنس خیلی اعلی با کیفیت عالی با مصارف خیلی کم. دقیقاً. گنجایش چند لیتر تیل داره؟ 8 لیتر سیف. گنجایش 8 لیتر تیل داره. 8 لیتر تیل. هر لیتر تیل باز چقدر مسیر؟ 20 کیلومتر 25 کیلومتر. 20 کیلومتر. هیچ مصرف نداره دیگه خلاصه. خیلی کم سیف، مصرف خیلی کم. واقعا که مصرفش کم است. سر صدایش هم کم از هموطنان عزیز. خب ایره کی رانندگیش هم میکنه؟ بیا تو. اینم اینجا جای 3 نفر هست. 3 نفر پیش روی هم جای میشه پر سر منه.